عزیزایم با این دشمنی نمی کنیم که حقایق را چشم پت بکنیم میگیم حقیقتی نیست. حالا میشود که از بهار چشم پت بکنم؟ بهار است. حالا میشود که ما بگویم سال نو نیست؟ سال نو است. بنان در این ما مشکل نداریم، بلکه دعا میکنیم که خدای این سال را با خوبی، با صلح، با امن با ما سپری کن. خود میگیم که این سال نو را وسیله بساز تا بیدار شویم، به خود بیاییم، کشور خود را بسازیم، به مردم خود خدمت بکنیم و در کشور امن و امان را استقرار باشد. ولی این را میگم سال نوت مبارکت بوده باشد، الله برات خیر نصیب کنه. کی میگه که نارواست و یا غلط است؟ چیزی که ما غلطش میگیم، ناروایش میگیم، خرافات است که در این سال صورت میگیرد. صوت بلند کردن حرام میگیم، خیراتای بی‌معنایش حرام میگیم، فحاشی و رسوایی را حرام میدانیم، مجالسی که منافی غیرت یک مسلمان است او را حرام میگیم، زردشتیت حرام میگیم. حقایق یک بار باید درک بکنیم، هر چیز را در جای خودش باید قرار بدیم. این نکات است که ما تأکید سرزو میکنیم. حالا نکته در کجا هست؟ چرا یک غالمغالی است در این پیام ها؟ یک تعداد یک طرف لب انداختن و یک طرف دیگر انداختن. دوستای عزیز، خوب سرتان خلاص بکنیم. یکی از وزرای خارجه آمریکا که حال مرده و فیلسوف و دانشمندی بود که غرب فعلا تبعیت میکند از افکار از او روزی میگد که با سنای آمریکا خطاب میکند، میگد که ما تمدنی را ایجاد کردیم که بدیلش در دنیا دیده نمی شود. بس خوبیایش یاد میکند. هیچ کس ما در مقابل ما ایستاده شده نمیتواند، تنها ما هستیم. یگانه چیزی که در دنیا میخواهد ما را مقابله کنه اسلام است و اسلام هم به اخگری تشبیه میکند که یگان باره تو آتشش بلند میشود. بعد میگه که این آتش که بلند میشود نشود کدام چرچقکش بر شما بخورد، هرگاه بخورد نابود میشین، زیرا اونا از خود تعبیر خود را دارد. در اسلام ما او چیزی که با نظام تو را تعلق ندهد، حساسیت را در مقابل ظالم به تو نشان نده، خوب و بد را تشخیصش را از تو بگیرد، مسئولیت را از تو بگیرد، هیچ وقت کسی با تو مخالفت نخواهد کرد. تمام روز این مسجدی که طلایی هم بسازی مخالفتت نمی کند. هر قدر که تسبیح تو دراز بکنی با تو مخالفت نمی کند. هر قدر که ریشی دراز بکنی و لباس رقم می پوشی با تو مخالفت نمی کند. ولی هرگاه نظام را مطرح کردی، بعد که نکتایی هم داشتی تو را نمی ماند. در مصر ماندن، نکتایی داشت، انجینیر بود، در پوانتونای غرب استاد بود، دکترا داشت، مردم انتخابش کرده بود. کسی از حقوق بشر پرسان کرد؟ کسی در او جا گفت که او جا چرا ظلم می شود؟ و چرا یک انسان عادل با انصاف و عظیم را در زندان انداختی؟ و چرا عکس از او را و کسایی که قرآن و سنت چیخ می زدن با این کلان ریشایش، اونو مردم چون حمایت ظالم را کردن قراری که دستن. خود نکتایی دار نماند، دریشوالا را نماند. چرا نماند؟ به خاطر که اسلام را عرضه میکرد، نه به تعبیر دین عرضش میکرد، دینی که تمدن ساز است و انسان ساز است او را مطرح میکرد. از این خاطر باید از بین برود، هیچ گپی دیگری نیست. پس ما میبینیم که یک تعداد در قضایایی که گپ میزند خوب سرتان خلاص بکنن،
این مسئله نوروز گپی عادی است. مسئله سر رموز است، رمز. ما میگیم قرآن قانون اساسی ما شماست. قانون اساسی به کلیات بحث دارد، نه به جزئیات. جزئیات شرح میشه. شرح قرآن را کی کرده است؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم. حیات شرح قرآن است. پس قانون وقتی که شرح نداشته باشد کنار گذاشته می شود. از این خاطر یک گروه خیستن تمام روز علیه سنت رسول علیه و سلام بحث دارن. این ضعیف است، این طور است، این طور است. مال خلیا برای سنت گشتن. دوم چیزی که ما را سنت معرفی می کند و زندگی رسول الله را معرفی کرده است، دین را به ما معرفی کرده اصحاب کرامند. عقیده ما و شما است که صحابه همشان عدولند. هیچ ولی خدا به کوچکترین صحابی نمی رسد. این عقیده ماست. بعد گروه دیگر تلاش میکنن که چگونه صحابه را نقد کند. چرا صحابه را نقد میکنه؟ زیرا رمز وحدتت است، وسیله شناخت دینت است. بعد پایینتر میاد تابعین و اتباع تابعین، ائمه هدای ما و شما، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری و این شخصیت های بلند. اینا رمز دین ماستند. دین خونا به ما معرفی کرده است. سر اینا میتازد. جایگاه ائمه را براتان کوچک میکند. تعرض میکند به جایگاه ائمه و بزرگای ما. هرگاه ائمه برایتان کوچک شد، او را نقد کردی، پس من بیچاره را خب با گناهی که دارم، خطایی که دارم، اشتباهی که دارم، خب به هزار مرتبه نقد میکنی. پس وقتی که کسی ابو حنیفه را نقد کنه، امام شافعی را نقد کنه، امام بخاری را نقد کنه، او را میگه نمیفهمه. من را میگه میفهمه. مرا خب به 10 رقم تاپه میزنی. تو که گپ بزرگای ما را قبول نمیگی، گپ مرا چطور قبول کنی؟ دوستای عزیز، خوبترین کتاب در طب، در انجینری و در علوم معاصر کدام کتاب است؟ اما کتابی که نو چاپ شده باشد. یعنی کتابی که امروز چاپ شود در این علوم عصری به مراتب بهترتر است نسبت به کتابی که 1 سال 2 سال پیش چاپ شده است. ولی در از اسلام عزیز ما عکس قضیه است. کتاب هایی که قبلا چاپ شده است او جایگاه دارد، او اعتبار دارد. هیچ کتاب به کتاب بخاری نمی رسد. هیچ کتاب با اون متون گذشته ما نمی رسد. زیرا او مردم به مراتب از ما کده با فهمتر و متقیتر و بزرگمندتر مردم بودن. پس دین را در اوجا جستجو بکن. دین خود در ما جستجو نمی شود. دشمنای ما چی میکند؟ اینا به خاطری که تخریب بکند اول رمز تا میزند. رمز تا که زد تعریف دین سقوط میکند. تعریف دین سقوط دین که تعریفش سقوط کرد باز هر کس میآید بی خوشم نمیآید باز یک تعبیر میکنه به نام قرائت از دین. تو که بگوی که امام ابو حنیفه گفته، امام شافعی گفته، صحابه، باز این قرائت از اونها بود. یعنی تعبیر از اونها بود. تعبیر ما خودت نیست. گپ حل کرد. در حالی که ما شما چطور تربیت شدیم که هرگاه به ما بگوی ابو حنیفه گفت، شافعی گفت، مالک گفت، من میگم درست شد. دیگه عبدالسلام گپ ندارد. گپی از اونها گپ است. اونا چی میگه؟ او قرائتی از اونها بود. تعبیر از اونها بود. هرگاه ما میگیم که رسول علیه السلام میگه قد ابدله الله لكما خیرا منهما. خداوند متعال این 2 جشن که شما عملا او را انجام میتین از این که به بهتر به شما تبدیلش کرد که عید سعید فطر و عید سعید اضحی است. بعد او چیزی که بدل شده است عبدالله ابن عمر میگه که نوروز مهرجان است. عبدالله ابن عباس میگه، در تابعین میگه، ائمه میگه. هرگاه بگو اینایی تو گفته با چی میگه؟ این خود تعبیر از اونهاست. این قرائت از اونهاست. عزیزم قرائت از اونها به ما لازم است بپذیرمش.
به قرائت از اونها، به تعبیر از اونها به من لازم است احترام بگذارم و او را در زندگی خود تطبیق بکنم. هرگاه قطعیات دینتان را بگیرین از ده چیز زیاد نمیشه. میفهمین؟ مرا صریح نستم، مرا صریح نست، اما تو میگه برادر گلم قطعیات دین را اگر بگم گفتم 10 چیز نمیشه. این دین کلش به زنی و دلالت پیش رفته. این تمدن بزرگ و این فقه بزرگ کلش به زنیات است، کلش اجتهاد است. هرگاه تو اجتهاد از بین ببری دین چیزی نمیماند. و در هیچ چیز امرایم اتفاق نخواد کردی، در هیچ چیز. پس روی این اساس است که ما میگیم که بیاین سال نو را به معنای اصلیش تجلیل کنیم. اول خود را محاسبه بکنیم، حکومت هم خود را محاسبه بکند، مولوی صاحبان خود را محاسبه بکند، بزرگان خود را محاسبه بکند، فامیلام خود را محاسبه بکند. که سال گذشت یک بهاری داشتیم، آیا ما ثمره ای را برای مردم دادیم؟ یک سوال بکنیم. میوه ایت را برای خودت دادی؟ برای فامیلت دادی؟ برای مردمت دادی؟ به پروردگارت دادی؟ اگر نگفتی یک چانس دیگری برات آمد، یک بهار نو آمد. همه چیز در حرکت است. تو هم یک حرکت زیبا بکو به طرف بخشش، استغفار و کسل و تنبلی تا کنار بگذار. عقد راسخ، نیت راسخ را، عزم راسخ را ای را بگی، بگو که خدایا به تو برگشتم، گذشته را بر من عفو بکو، اکنون حمایتم بکو، توفیق برم بده تا تو را خوب عبادت بکنم و به مخلوقت خوب خدمت بکنم. گپ خلاص می شود.